خب رفتیم قسمت سوم اورتکن که بریم ببینیم اورتکن چه خبره. قسمت اول که مسیرمون رو نشون داد، ما والا یه تقریبا 4 ساعتی تو راه بودیم تا اینکه رسیدیم به مسیر. قسمت دوم تا صبحونمون رو بهتون نشون دادم و این هم قسمت سوم این سری از ویدیوهای اورتکنه. من پیشنهاد میکنم به دوستانی که قسمت اول و دوم رو ندیدن حتما برن قسمت اول و دوم رو ببینن، ازش لذت رو ببرن. خب تو این قسمت من همونطور که دیگه خودتون در جریان هستید کاملا سعی میکنم ویدیوها رو به صورت واقعی بگیرم و ویدیوها بدون مثلا توقفی باشه، بزرگنمایی باشه یا هر چیز دیگه. سعی میکنم خیلی واقعی بهتون نشون بدم. بریم جلو، باز من توضیحات بیشتر بهتون میدم. اینجا قبلا اصلا تراکتور نمیارن، مثل بابا رمضان اینجا دارن توریستی میکنن، تراکتور میارن. این خوب نیست، این مسیر زیادی نیست، پیاده روی خیلی بهتر. این کوههای سر میکنه. همین پشت سر شما آقای فخری، عقبدار محترم. سجاد برو بیا. دو سال پیش بود، 3 سال پیش اومدیم اینجا. 4 سال پیش. خیلی شروع شده میشه خودت اینو بگیری؟ نمیتونم هم جلو پامو نگاه کنم. نسبت نیومدی قبلا نه اینجا؟ من نه. چی خبر اینجا؟ نسبت به قبلا خیلی شلوغ شده اینجا. ها دیگه 4 سال پیش ما اومدیم اینجا، خیلی خلوت بود. الان خیلی شلوغ. الان تعطیلات شده. حالا تازه امروز پنجشنبه است. جا داره ایشون هم معرفی کنم، جناب آقای شهاب شیخی، سرپرست، مؤسس و مدیر باشگاه کوهنوردی پارتونیسه در یزد. اولین باشگاه کوهنوردی رسمی در شهرستان در یزد. باعث افتخارمونه که خیلی جای قشنگ و ایشون به ما نشون میدن. خیلی فاصله زیاده، خیلی فاصله زیاده. و خیلی قشنگ تراشی میکنه، کسی که کار دست نه. نه فکر کنم
قشنگ کارش میکنه. جایی بسیار تأسف داره که بعضی از دوستان با سهل انگاریشون دارن با اسپری یا تبلیغاتی از کاسبی خودشون میذارن یا یادگاری روی سنگای قشنگ، این صخره‌های قشنگ یا روی طبیعت به جا میذارن. نمیدونم واقعا به اینجور آدما ما باید چی بگیم. شما در حال تماشای یکی از شگفتی‌های خراسان رضوی هستید. صخره‌های سر به فلک کشیده کوههای ارتکن. چه جایی این؟ چقدر خطرناکه. آبی که من چند سال پیش، حدوداً 4 سال پیش اینجا اومدم، خیلی بیشتر از آب و رودی که الان در حال حاضر میبینید. رد شدن. اگر کناره های صخره ها رو نگاه کنید فکر میکنم جای همین رود یا رودخونه یا همین آبی بوده که از وسط این صخره ها میگذشته. نگاه کنید تا کجا بوده. آها پیدا کردم. این همون تیکه سنگی بود که نشون دادم چند دقیقه پیش با انگشتم که حالت بیرون زدگی داشت. چقدر خطرناک. خب اینم از انتهای دره. خب تا اینجا ما دره رو داشتیم. واقعا دره خطرناکی بود. من بعضی جاها میترسیدم واقعا. طوری سنگا اون بالا بودن که من نه هر کسی جای من بود شاید یه ترسی تو دلش بود، یا این کسایی که رد میشدن شاید این فکر رو میکردن که اگر یک وقتی یکی از اون سنگا بیفته پایین چه راه در روی هست. خب یک نمای
خیلی خوشگلم نشون میدم از دور اطراف همین دره، یعنی بعد دره نما رو ببینید لذت ببرید. فکر میکنم یه چیزی هست، یه مرزی هست که مثلا مرز بین اول اورتکن و جای لاکچری اورتکن که اکثرا سعی میکنیم مسیر رو بیان پیاده طی کنن تا اینکه به رستوران‌های خفنش که در انتهای مسیر هستن برسن. حالا با ما همراه باشید تا در ویدیو بعد نگاهی به رستوران‌های دور اطراف این منطقه بکنیم. خیلی خوشحال میشم ویدیوها رو ببینید، چون من سعی میکنم ویدیوها رو خیلی قشنگ، خیلی مرتب بذارم، مثل اینی که خودتون رفتین از این مکان بازدید کردین. تو کامنت ها نظرتون رو بنویسید، ویدیوها رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون پیشنهاد بدید. حتما ویدیو اول دوم ببینید و ویدیو بعد اینو از دست ندید.